سوالی که امروز میخوایم بهش جواب بدیم، در واقع دو سوال رو امروز در نظر گرفتیم که پاسخ بدیم. سوال اول این که زندگی رندانه چیه که حافظ این همه میگه من رند هستم و رندی باعث افتخار منه، رندی خیلی چیز خوبیه و میگه که باید رفت و رندی رو تحصیل کرد. خیلی درباره این صحبت. این رندی در واقع چیست و زندگی رندانه به چی گفته میشه؟ چه نوع زندگی رندانه است؟ غزلی هم که براتون انتخاب کردیم در واقع پاسخی است به همین زندگی رندانه که چطور میشه زندگی رندانه داشت. من یک بار طبق معمول غزل رو میخونم و بعد هر بیت رو توضیح میدم. سوال دیگری هم پاسخ خواهیم داد در این جلسه، یعنی دو سوال در واقع در این جلسه توضیح داده میشه. سوال اول این که زندگی رندانه چیه که حافظ افتخار میکنه به اون و توصیه میکنه اون رو، و دوم این که بهشت حافظ چه بهشتیه. این سوال رو هم انشاءالله جواب میدیم. سلام آقای مهندس، خوش آمدید. دوستان دیگر، خانم حواصل عزیز من دیدم پیامتون رو، متشکرم. خانم ایوب عزیز خوش آمدید. دوستان عزیزم، شراب و عیش نهان چیست کار بی بنیاد، زدیم بر صف رندان و هرچه باد آباد، گره ز دل بگشا و از سپهر یاد مکن، که فکر هیچ مهندس چنین گره نگشاد، ز انقلاب زمانه عجب مدار که چرخ، از این فسانه هزاران هزار دارد یاد، قدح به شرط ادب گیر زانکه ترکیبش، ز کاسه سر جمشید و بهمن است و قباد، که آگه است که کاووس و کی کجا رفتند، که واقف است که چون رفت تخت جنبر باد، ز حسرت لب شیرین هنوز می بینم، که لاله می دمد از خون دیده فرهاد، مگر که لاله بدانست بی وفایی دهر، که تا بزاد و بشد جام می ز کف ننهاد، بیا بیا که زمانی ز می خراب شویم، مگر رسیم به گنجی در این خراب آباد، نمی دهند اجازت مرا به سیر سفر، نسیم باد مصلا و آب رکن آباد، قدح مگیر چو حافظ مگر به ناله چنگ، که بستند بر ابریشم طرب دل شاد. تردیدی در این من ندارم که ابیات غزل در هم تنیده است و کاملا به هم متصله، و مثل اون چه که قبلا گفتیم حافظ باز هم روایتی رو و داستانی رو داره برای ما نقل میکنه و اون داستان از اینجا شروع میشه که مقدماتش رو قبلا گفتیم، الان توضیح این غزل دیگه برای ما ساده تره، که حافظ ترجیح میده ریاکاری رو کنار بذاره و به صف رندان بیاد. حالا این رندان چه ویژگی هایی دارن؟ در ابیات بعدی توضیح میده که این رندان چطور هستن که این بر صف رندان زده، رفته وارد اونها شد. اولین مطلب اینه که اگر عیش و شراب پنهان بشه خودش نوع ریاکاریه. یه توضیح اینجا نیازه و اون اینه که حافظ در زمانه خودش از علما بوده و حتی گفته میشه جزء عرفا شناخته نمیشده حافظ. این رو نمیدونم جلسه بعد برسیم یا نه که به این سوالم پاسخ آیا حافظ رو میشه عارف قلمداد کرد یا نمیشه، که حالا ببینیم اگه برسیم جلسه بعد بگیم، اگه نه جلسات بعدیش.
این سوال هم خودش نیازمند بررسی دیگه. حافظ اگر داره درباره پنهانکاری میگه، یعنی هنوز در اون ته دلش، ذهنش، روحش یه چیزی هست که داره میگه که تو در خفا یه جور باش، پیش مردم یه جور دیگه. و کسی که داره به این موضوع فکر میکنه میخواد این موضوع رو حل بکنه و لذتی که دیگران ممکنه اونو تحقیر بکنن، سرزنش بکنن، اینو میذاره کنار، میگه نه خیر، من اون سرزنش ها رو به جون میخرم، اصلا برام اهمیت نداره، اما از اون لذت چشم نمیپوشم. شراب و عیش نهان چیست؟ کار بیبونی، اون کار بیهوده است. چون نه اون مردم میمونن، نه من میمونم، نه نظر اونا، هیچی نمیمونه. زدیم بر صف رندان و هر چه باد وارد صف رندان شدیم و هر چی میخواد بشه بشه. حالا این رندان چیکار میکنن؟ این شکلی. اول میخواد بگه اگر تو هم میخوای مثل رندان باشی باید این کارها رو انجام بدیم. یعنی ما این کارها رو کردیم که وارد حلقه رندان شدیم یا در صف رندان قرار گرفتیم. اولین کار، یک، گره ز دل بگشا و سپهر یاد مکن. هر جا میبینید درباره آسمان و ستارگان و اینها صحبت میشه، یعنی جبر، یعنی تقدیر، سرنوشت. حافظ اول میگه گره ز دل بگشا، یعنی ناراحت نباش. خب چطوری؟ از سپهر یاد مکن، تو مجبور نیستی غم و غصه بخوری. یعنی تقدیر و سرنوشت و اینایی که بهت گفتن رو بذار کنار. خب بالاخره تاثیر داره سرنوشت یا نداره؟ جوابشو میده که فکر هیچ مهندس چنین گره نگشاد. میگه اصلا فکر نکن بهش، چون آخرش نمیفهمی. خیلی ها به این موضوع فکر کردن، من چقدر مجبورم، چقدر این گرفتاری های زندگی کی تموم میشه اینا. میگه گره ز دل بگشا و سپهر یاد مکن. اتفاقایی که برات میفته، میگی این جبر، این تقدیر، این میگه همه رو بذار کنار، ولش کن. فکرم بکنی به نتیجه نمیرسی. پس اولین چیزی که میگه که قصه نخور و جبرگرایی نکن. نگو تقدیر و سرنوشت بر من همینو خواسته، من محکوم به این زندگی هم، مثلا سرنوشت بر منه. چون معمولا انسان در شرایطی که غم و غصه میخواد بخوره میگه من محکومم. وقتی آدم حالش خوبه نمیگه من محکوم و مجبورم. وقتی که آدم حالش خوبه میگه من خودم این کارو کردم. شما برید اونی که 20 میگیره نمیگه که تقدیر بود دیگه 20 شدم، میگه من 20 گرفتم. ولی وقتی که مثلا 2 میگیره میگه 2 بهم دادن، یعنی من نگرفتم، تقدیر باعث شد این اتفاق بیفته. ما اینو توی جامعه شناسی جبر و اختیار نمیدونم، شاید در فردوسی شناسی مثلا بخوایم بحث بکنیم که هر مقدار رفاه بالا میره اعتقاد انسانها به اختیار بیشتر میشه و هر مقدار شرایط اجتماعی و فقر و اینها بیشتر میشه اعتقاد به جبر هم باهاش بیشتر میشه. در حال گره ز دل بگشا و سپهر یاد مکن، که فکر هیچ مهندس چنین گره نگشاد. پس قصه که داری میخوری، اولین چیزی که به ذهنت میاد خلاص بشی از دست اون قصه چیه؟ اولین چیزی که به ذهنت میرسه تقدیر این بوده دیگه. میگه این فکرات چیه میکنی؟ بذار کنار، بذارش کنار، این چیزا دردی از تو دوا نمیکنه. اصلا تقدیر بوده یا نبوده ولش کن. ز انقلاب زمانه عجب مدار، که چرخ از این فسانه هزاران هزار دارد یاد. اگه میبینید روزگار تغییر میکنه، خوبها بد میشن، بدها خوب میشن، احوال، میگه اصلا چرا تعجب میکنی؟ ببین حافظ داره میگه رندا اینجوری هست، صف رندا رفته دیگه. این رندا اینجوری هست، قصه نمیخورن، کاری به تقدیر ندارن و اگر انقلاب زمانه رو میبینن اصلا تعجب نمیکنن. ز انقلاب زمانه عجب مدار، که چرخ از این فسانه هزاران هزار دارد یا. میگه اون چیزی که تو برای تو عجیبه افسانه ای از گذشتگانه. آی فلان شد، شما یک کتاب باز کنید داستانی میخونی،
فلان پادشاه این کاری کرد، فلان مردم اینجوری شدن. برای شما یک داستانه. یه ورق میزنی 100 سال رو رد میکنه. میگه اینا اومده و رفته. خیلی تعجب از این نکن. چرا برای ما اینجوری میشه؟ برای ما همینه. میگه دوره ما هم همینه. با خوبی ها و بدی هاش و پایین و بالا و همه چی خواهد گذشت. پس اگر رندی و بر صف رندان زدی، قصه نخور، تقدیر رو بذار کنار و از اتفاقات زمانه غمگین مباش. تعجب نکن اصلا این اتفاق میفته. خب باید بری به سمت خوشی دیگه. برو به سمت خوشی. قدح به شرط ادب گیر. قدح پیاله یا پیمانه شراب. قدح به شرط ادب گیر، زان که ترکیبش ز کاسه سر جمشید و بهمن است و قباد. یعنی پادشاهان بزرگی مثل جمشید گفته میشه 700 سال حکومت کرده. اینا پادشاهان اسطوره‌ای هستن. انشالله در فردوسی شناسی دوره بعد از مولوی به دوستان قول دادیم که فردوسی رو اونجا توضیح میدیم. 700 سال میگن حکومت کرد. بهمن، قباد، میگه این پادشاهان اومدن رفتن. برای شما الان یک اسم و عنوان بیشتر نیستن. و اونا مردن، در خاک رفتن. اون تفکر خیامی رو داریم. در خاک رفتن و از جسم اونها، از خاک جسم اونها پیاله‌ای درست شده، قدحی درسته که شما در اون شراب می‌ریزید. یادآور اون رباعی خیام دیگه که بسیار از کوزه صحبت میکنه. این کوزه چو من عاشق زاری بوده است، در بند سر زلف نگاری بوده است. آن دسته که بر گردن او میبینی، دستی است که بر گردن یاری بوده است. قدح به شرط ادب گیر. یعنی اگه ما اینجا میریم به سمت گرفتن قدح و خوردن شراب و اینا چیزایی که ادب توشه، نه چیزایی که همینجوری بریم واسه اینکه خوش باشیم، مثلا غمها رو فراموش بکنیم و بریم بیفتیم جون مردم، مثلا مردم رو کتک بزنیم. اینجوری نیست. میگه اینا یه ادبی داره، یک ادبی داره. اگر دیده باشید هنوز هم این رسم هست که خود به خود خیلی ها ناخودآگاه انجام میدن و اصلا نمیدونن. مثلا لیوانی آب که میخورن یه مقدار از تهش هست میریزن رو زمین. چای میخورن یه مقدار اگه باشه میریزن، یا اصلا تا ته نمیخورن، خیلی میمونه. این به یاد گذشتگان، اینو در میخانه ها این کارو میکردن، به یاد گذشتگان و اسیران خاک مقداری از اون شراب رو روی خاک میریختن و میگذاشتن. اینجا حافظ داره اینو از اون افسانه اومد پایین. میگه این افسانه هایی که برای تو گفته شده و تغییرهایی که در روزگار اتفاق افتاده باید تو رو هوشیار بکنه که اگر این قدح رو میگیری و خوشی در دست داری، لذتی در دست داری، اینو قدر بدون، ادب این رو نگه دار. چرا؟ چون همین چیزی که تو داری میبینی حاصل زندگی اوناییه که پیش از تو بودن و رفتن. خیلی اومدن و رفتن که رسیده به تو. خیلی اتفاقا افتاده که تو تونستی این موضوع رو درک بکنی. و شاید اگه یه مقدار، یعنی من این تصور رو دارم شاید یکم وسواسی باشه ولی هست، که حافظ داره میگه که اونا اومدن عمر در سر پادشاهی کردن، همه چی گذاشتن تا من و شما بفهمیم خبری نیست تو قدرت، تو ثروت، اینا خبری نیست. اونا باعث خوشحالی نمیشه. شما خوشحالی داری، حالا به اونا هم رسیدی، چه بهتر، قدرتت بیشتر شده، بزرگی شما هم بیشتر میشه. و الا فکر کنی صرفاً به اوناست. انگار حافظ داره میگه که بابا ادب و نگه دار از اینکه اونا اومدن و رفتن و تو با گذر عمر اونها عبرت گرفتی، تو مایه عبرت نشدی، تو الگو شدی. قدح به شرط ادب گیر.
زان که ترکیبش ز کاسه سر جمشید و بهمن است و قبا. چه پادشاهان که اومدن و رفتن، شما خیلی راحت نگاه میکنید دیگه این روزگار اینجوری اونجوری. و بعد انگار یه لول باز میاد جلوتر، یه لول می، چون کیکاووس فرزند کیقباده دیگه. که آگه است که کاووس و کی کجا رفتن، که واقف است که چون رفت تخت جمبرباد. حالا بعضی هم میگن مثلا تخت جمشید رو در شیراز دیده حافظ و ویرانه های تخت جمشید، گفته که این اتفاق افتاده. اگه اونم نباشه، حکومت جمشید اسطوره‌ای رو که در بالا گفته داره اشاره میکنه. میگه کی میدونه اصلا اینا کجا بودن، کجا رفتن، کی اومدن، کی رفتن، چی شد. این اتصال این بیت به بیت بعدی خیلی زیباست، خیلی زیباست، خیلی. من تو هیچ شعری ندیدم به این موضوع اشاره بکنم. ز حسرت لب شیرین هنوز میبینم، که میدمد از خون، که لاله میدمد از خون دیده فرهاد. که خیلی زیباست این ارتباطه. اون عبرتی که شما باید به عنوان اون رند از این جمشید و بهمن و قباد و کیکاووس بگیری، اون عبرته، اون شرط ادب نگه داشتنه، اینه که بفهمی حسرت نخوری. حسرت نخور، چون حسرت خوردن تو رو مثل اونا میکنه و حسرت هرگز از بین نمیره، مانع رشد روحه. حالا ببینید الان چرا اینو میگیم، چطور این ارتباط رو برقرار کردیم. وقتی که میگه این پادشاهان این شکلی اومدن و رفتن و فلان کردن، بعد مثال میزنه، میگه لاله‌ای که در دشت داره رشد میکنه انگار از خون دیده فرهاده که در حسرت شیرین به خاک رفت و چون حسرت رو با خودش به خاک برد، از اون خون دیدش لاله ها رویدن. یه حسن تعلیل زیبایی هم داره دیگه. خب این چجوری ارتباط برقرار میکنه با اون بیتای قبلی؟ میگه این حسرت از بین نرفته اونها برای ما مایه عبرته، که ما با حسرت نمیریم و با حسرت زندگی نکنیم و با حسرت این دنیا رو ترک نکنیم، بلکه لذت ببریم. حالا ببینید چجوری باز این ارتباط زیبا رو برقرار میکنه. یه بار دیگه میخونم بیت قبلی و بعدی رو. که آگه است که کاووس و کی کجا رفتن، که واقف است که چون رفت تخت جمبرباد. ز حسرت لب شیرین هنوز میبینم، که لاله میدمد از خون دیده فرهاد. و بعد میگه که خب حالا اونی که این حسرت رو دیده، اونی که اینو درک کرده، دیگه نباید حسرت بخوره. مثل چی؟ مثل لاله ای که از حسرتها رویده و به محض به دنیا اومدن شراب رو به دست گرفته، جام شراب رو به دست گرفته و اصلا مستی رو کنار دیگه نمیذاره، چون فهمیده که الکی بود، همش هیچ خبری نیست. ز حسرت لب شیرین هنوز میبینم، که لاله میدمد از خون دیده فرهاد. مگر که لاله، اون لاله که در اومده بود از خاک فرهاد، مگر که لاله بدانست بی وفایی دهر، که تا بزاد و بشد جام می ز کف ننهاد. به شکل گل لاله اشاره داره که انگار یک جام میه. میگه مگه لاله فهمیده بود؟ قطعا فهمیده بود. میخواد اینو بگه دیگه، میخواد بگه این بابا این دیگه عبرت گرفت، بابا اون با حسرت رفت تو خاک، اینی که از خاک اومد بیرون دیگه، اون جام میو که تو میخوری مثل اون گل لاله است دیگه. حواست باشه، حسرت‌ها رو بذار کنار باهاش، حسرت‌ها رو بذار کنار. حسرت‌ها رو باید در خاک دفن کرد و از بین برد.
اگر حسرت‌ها رو در خاک گذاشتی و نابود کردی، از زندگی لذت میبری. و حسرت‌ها دو نوعن. گاهی انسان حسرت چیزی رو میخوره که اگر بره انجامش هم بده و لذتش رو ببره، خیلی هم خوبه، باعث رشدش هم میشه، عالی هم هست. هیچ کس هم سرزنشش اصلا نمیکنه که تو چرا این کار کردی، مگر نادونا. ولی یه حسرت هست که شما انجام بدی بدتر میشی. اون اسمش حسرت نیست، اون اسمش هوسه. که شما انجام میدی، میگی وای کاش من اون کارو بکنم، میری انجام میدی، بعد میبینی بدتر شد حالت. هرچی انجام بدی بدتر میشه حالت. اون حسرت نیست. میگه حسرت ها رو در خاک کن و فراموش کن تا خوشی برای تو مثل اون گل لاله بیرون بیاد و جوونه بزنه و لذت ببری از زندگی. راهش جزئی نیست که تفکیک بکنی این دوتا رو. اون چه که مایه لذت و آرامشت میشه قطعا انجام بده و هرگز حسرتشو نخور. اون چه که مایه سقوطت میشه اصلا سمتش نرو، بهش فکر نکن که حسرتی داشته باشی ته دلت بگی چرا من اون کارو نکردم، اون باعث سقوط. انجامش میدادی اصلا بهتر نمیشدی. فکر نکن با انجام دادن اون حالت بهتر میشد، نمیشد، بدتر میشد. و شناخت این مرز که چه چیز انجام بدم که مایه رشدم بشه. رشد یعنی هم آرامشه ها، لذت که ببری، واقعا لذت ببری و از کرده خودت پشیمون نشی. بعد از انجام دادن اون کار حالت از خودت بهم نخور، اگه این چه کاری بود من انجام دادم، قطعا اون حسرت نباید تو دلت بمونه، باید بری انجامش بدی. و بالعکسش اون مرز رو بشناسی که اگر کاری انجام دادی و باعث شد سقوط بکنی، حالت از خودت به هم خورد، حس کردی که اراده نداشتی، چرا این کار کردی، این اسمش حسرت به دل نموندن نیست، این اسمش سقوط. ز حسرت لب شیرین هنوز میبینم که لاله میدمد از خون دیده فرهاد. مگر که لاله بدانست بی وفایی دهر که تا بزاد و بشد جام می ز کف ننهاد. این رندی که حافظ داره میگه این شکلیه، کاری با تقدیر نداره، کاری به اتفاقای روزگار نداره، اما حواسش هم هست. این نیست که فکر کنیم مثلا رفته یه گوشه ای. نه، دیدین که چقدر درباره زاهدان ریایی و فلان و مسجد چه چیزهایی گفت. این نیست که دست از، اما این به این معنی نیست که غرق در اونا شده باشه و زندگی خودش هم نابود بشه. چون اگه خودش نابود بشه به این درجه نمیرسه که بعد چندین قرن ما بشینیم حرفش رو تفسیر بکنیم و لذت ببریم و ازش چیز یاد بگیریم. بیا بیا که زمانی ز می خراب شویم، مگر رسیم به گنجی در این خراب آباد. این خیلی نکته داره. خراب آباد جهانه. چرا بهش میگن خراب آباد؟ خب خراب آباد یه پارادوکس داره دیگه، یعنی هم خراب هم آباد. این پارادوکس از کجا میاد؟ این پارادوکس از خود زندگی میاد. شما زمانی که پارادوکس زندگی رو درک بکنید وارد زندگی میشید. اگر این پارادوکس رو حل نکنید اصلا نمیتونید زندگی رو کنید. پارادوکس زندگی یعنی چی؟ یعنی ما میدونیم که زندگی زود گذره، اما انتظار جاودانه شدن از اون داریم. ما میدونیم که جهان پست و بی ارزشه، اما قطعاً در اون ارزش ها هم وجود داره. ما میدونیم که جهان تیره است، اما قطعاً در اون نور هم وجود داره. ما میدونیم، این رندی حافظه ها، ما میدونیم که در این جهان خطا و گناه و اشتباه هم میکنیم، اما هرگز از راه تکامل باز نمی ایستیم. ما میدونیم که گاهی عقب میریم، اما این به معنای نیست که ما نمیتونیم جلو بریم. خیلی وقت هم جلو بریم. و این میشه اون پارادوکسی که باید اونم توضیح میدم خانم مایل خدمت. و این پارادوکسی که در این جهان هست، خراب آباده.
توش پر از بدی، خوبی هم هست. حالا در واقع اشاره به یک باوری هم داره که گذشتگان معتقد بودن گنجها در خرابه ها هستن. گنجها در خرابه ها هستن. این که گنج در خرابه باشه، خب واضحه که مثلا میگفتن یک گروهی اونجا زندگی میکردن، بعد اونا از بین رفتن، گنجهاشون مونده، یا اینکه برای کسی شک نکنه میرفتن گنج رو قایم میکردن توی جایی که خرابه باشه، کسی بگه اینجا که چیزی نیست. یا گروهی اونجا زندگی میکرد از بین رفتن و اون دارایی‌هاشون، گنجاشون اونجا مونده بود. این گنج در خرابه بودن باز همون تفسیری از خراب آبادیه که حافظ میگه. یعنی جهانی که ما در او زندگی میکنیم با اون که یک خراب است، اما تردید نکنید در دلش یک گنجی هم هست. و کار شما چیه؟ گنج رو ببینید و پیدا کنید، کاری به خرابه نداشته باشید، اصرار نداشته باشید بگید نه اینجا خرابه نیست. دنیا هر کارش بکنی خرابه است. تو دلش گنج رو باید اون گنجه کجاست؟ سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، وانچه خود داشته بیگانه تمنا، تو خود تو وجودته، درونته، یه چیزی تو وجودته، باید اونو پرورشش بدی. یه بار دیگه بیتو بخونیم، یه توضیح دیگه. بیا بیا که زمانی ز می خراب شویم، مگر رسیم به گنجی در این خراب آباد. اگر تو به فکر خودت باشی، تعمیر خودت باشی، آباد کردن خودت باشی، رشد خودت باشی در ظاهر و منفعت خودت رو در نظر بگیری، به اون گنجه نمیرسی. جلسه اول مولوی شناسی درباره این خیلی صحبت خواهیم کرد. وقتی که تو خودتو خراب کردی، یعنی نابود کردی، ویران کردی، با می مستی رو جایگزین عقل و اندیشه کردی، حالا گنجه هم پیدا میشه. نمیدهند اجازت مرا به سیر سفر، نسیم باد مصلا و آب رکناباد. اینجور نیست که فکر کنید این بیت در وصف شیراز و هوای بی مثالش و این هستا. حافظ زیرکتر از اون حرف هاست. درسته که در ظاهر داره اینو میگه، بله شیراز خیلی خوبه، من کجا رو دارم برم، اما داره میگه که اصلا نیازی نیست تو جایی بری تا به اون زندگی رندانه، به اون خوشی، به اون آرامش، به ترک حسرتها، به پیدا کردن گنج درون نیازی نیست جایی بری. میگه من حافظ همین مصلا که جایی بوده برای گردش میرفتن تو شیراز، آب رکناباد هم یه رودی بوده رکناباد، میگه من حافظ همینجا تو شیراز بهش میرسم، جایی نمیخواد برم، نیازی نیست برم. نمیدهند اجازت مرا به سیر سفر، نسیم باد مصلا آب رکناباد. همینه که هست کافیه، من با همینا میتونم برسم، نیازی ندارم جای دیگه برم، همینجا باشم برام کافیه. قدح مگیر چو حافظ مگر به ناله چنگ. و بعد میگه اگر این قدح رو به دست گرفتی، از موسیقی هم غافل مباش. و اون موسیقی شنیدن زیبایی‌های هستیه، نه فقط زیبایی‌ها رو بچش ببین، بلکه زیبایی‌ها رو گوش کن. که بستن بر ابریشم طرب دل شاد. قدیم رشته‌های سازها رو گاهی از ابریشم درست می‌کردن، که اون ساز چنگ رو داره میگه که این رشته‌هاشو از ابریشمی درست کردن که وقتی که این به صدا در میاد طرب رو در تو ایجاد میکنه و شادی رو به تو میده. اگر بخوایم بیت رو در واقع یه جنبندی بکنیم غزل رو، اون چه که حافظ در باب
زندگی، اون تحصیل رندی که بارها دربارش صحبت کردیم، تحصیل عشق و رندی آسان نمود. وقتی میگه برو رندی رو تحصیل کن، راهش هم گفته. جنس بگه برو رندی دسته، بعد میگم رندی چیه؟ بگه خودت برو پیداش کن. ابیات خیلی زیادی درباره رندی صحبت کرده که من اول اصلا در نظر داشتم اونا رو بگم که رند چه ویژگی هایی داره، ولی بعد دیدم که این غزل رو کار بکنیم بهتره، چون حداقل اون ارتباطم بیشتر تو ذهنتون میمونه، میتونید خود غزل رو هم یادداشت بکنید و ارتباطش راحت‌تر تو ذهن باقی میمونه تا ابیات پراکنده. پس اون چیزی که از رندی داره میگه با یک مرور این شکلی میشه: ترک دورویی کرده، وارد حلقه رندان شده. غم زمانه و جبر و اینا رو کنار گذاشته، چون هر چی هم بهش فکر کنی به جایی نمیرسی. تقدیر چیه، سرنوشت چیه، فلان چیه، این چه تاثیر داره، اینا بهش نمیرسی. تغییرات روزگار رو بی توجه باش بهشون، بی توجه باش، چون مایه اعجاب تو نشه، زندگی غافل شی، دست از زندگی بکشی بگی وای ببینیم چی میشه. هیچی نمیشه. پیش از ماها هزاران هزار بار این اتفاق در جهان افتاده، اومدن و رفتن. خیلی جدی نگیر. قدری که به دست میگیری، هر خوشی، هر لذتی، هر چیزی که برای تو میاد، اینو شوخی نگیر و سعی بکن ازشون عبرت بگیری. عبرت بگیری، نه اینکه خودت مایه عبرت بشی. همونجور که حافظ ترجیح نداده پادشاه بشه. یه روز با آقای دکتر منوچهریان صحبت میکردیم، ایشون دوستان میشناسن. من بهشون گفتم مردم زمانه به دنبال پادشاهانن، مثل زمانه حافظ که مردم پادشاه زمان رو میدیدن و اون زیرک ها حافظ رو میدیدن، میخواستن مثل حافظ بشه. گفتم حالا ما هم زمانمون اینجوریه. بعضی ها اون قدرت ها رو میبینن و فلان رو میبینن، روایت رو میبینن، چی رو میبینن، اونجا رو بالا رو میبینن، بعضی ها اینجا رو میبینن. ایشون خیلی تعجب که خیلی گفت من چندین بار تو کلاس ها این مثال رو زدم، برای لطف دارن ایشون بهمون. چشم ما نباید به جمشید و بهمن و قباد و کیکاووس و الی آخر باشه. چشم ما باید به این امثال حافظ باشه، زندگی رو به معنای واقعی درک کردن، به معنای واقعی لذت بردن از زندگی. و اینجا داره میگه حسرت‌ها رو کنار بذار، چرا که این حسرت‌ها با تو دفن میشه، مایه عبرت بقیه میشه. اون لاله‌ای که از خاک فرهاد بیرون اومده داره این رو میگه. و بعد توصیه به این میکنه که خودت رو از بین ببر تا گنجی در تو پیدا بشه، که درباره این که یک نگاه عرفانی هست مفصل جلسه اول مولوی شناسی صحبت خواهیم کرد انشالله. هیچ جای جهان نیاز نیست بری، همونی که داری برای تو کفایت میکنه و شاد باش و دنبال طرف. این از غزل امروز. اگر نکته مطلبی در این مورد هست بذارید من یه چند تا گفتم که خانم معیری چرا گاهی خونه دل آدم میخوره بی نتیجه است. شما بستگی داره برای چی خونه دل بخورید. اگه برای چیز بی ارزش خونه دل بخورید چه نتیجه‌ای حاصل میکنید؟ چرا باید آدم انتظار داشته باشه برای چیز بیهوده قصه بخوره اما مثلا نتیجه‌ای ثمری داشته باشه؟ قطعا نداره. انسان قصه هر چیزی رو که میخوره به همون اندازه میارزه. اصلا خب دیگه سوالی نیست. اما سوال دوم، بهشت حافظ. حافظ بهشتش چه بهشتیه و ویژگی که بهشت حافظ داره همین چیزی که ما میگیم، یعنی همون چیزی که ما میفهمیمه یا اینکه فرق داره؟ اول اینکه
نمیشه در دیوان حافظ این موضوع رو انکار کرد که او معتقد هست به آن جهان. بارها اینو گفته به صورت چه آشکار، چه پنهان، چه اشاره، چه کنایه، گفته که اون جهانی هست، میریم پیش داور، میریم اون جهان، میریم در بهشت، میریم در فلان، صحبت میکنه، اونجا معلوم میشه تکلیف. پس نمیشه اینو انکار کرد. اما اون خب اون بهشته چیه که این حافظ دربارش صحبت میکنه؟ یک این که میگه اصلا فکر نکنید که گناهکارا بهش نمیرن. این تصور رو میگه از ذهنتون بیارید. بهشت اگرچه نه جای گناهکاران است، میگه درسته که بهشت رو به گناهکارا نمیدن. بیار باده که مستظهرم به همت او، باده بیار که من پشتم، مستظهر یعنی کسی که پشت گرمه، یعنی تکیه میکنه. بیار باده که مستظهرم به همت او، باده بیار که من تکیه میکنم به همت او، یعنی خواست او مهمه. حالا من برم گناه بکنم پس به بهشتم میرسم. حافظ میگه که اون چیزی که تو فکر میکنی درسته، حقیقته، انجام بده. نگاه نکن اینا میگن گناه، اون میگه گناه این یکی. چرا که تو با خودت محاکمه خواهی شد، نبادی کرد. نصیب ماست بهشت ای خدا شناس. این تیکه می‌ریزه دیگه. برو که مستحق کرامت گناهکاران. میگه مگه نمیگی ما گناهکاریم؟ خب بهشت رو به ما میدن دیگه. خدا مگه نمیخواد بخشندگیشو نشون بده؟ پس ما رو میبخشه، میفرسته بهشت. بعدم میگه که بعدین حافظا روز اجل گر به کف آری جامی، یک سر از کوی خرابات برندت به بهشت. یه بار درباره این صحبت کرده بودیم که این خراباته جایی که اتفاقا تو رو میرسونه به بهشت، اتفاقا تو رو پاک میکنه، تمیز میکنه، گنج درون تو رو آشکار میکنه. اگر کسی در زندگی به دنبال این نباشه که لذت ببره از زندگی، مطمئن باشید که نه به این جهان میرسه، نه به اون جهان میرسه، نه به بهشت میرسه، نه به خیرش به دیگران میرسه. بله. پس وقتی داره میگه که بدون بیا خرابات تا از اینجا به بهشت بری، این نگاهشه. اما خب بهشت اینجا گفته باشه قبول، ما قبول میکنیم که حافظ داره میگه که من بهشت رو قبول دارم و با وجود گناهکار بودنم میدونم که لطف خداوند شامل حال من میشه و من وارد بهشتم میشم. یعنی حافظ داره میگه من میرم بهشت. قرار بشه حافظ نره، قرار کی بره دیگه خدا میدونه. اما اصل موضوع اینجاست که خب حافظ این بهشت چیه؟ این بهشت چجوریه؟ چه ویژگی داره؟ در این شاه بیت حافظ اینو میگه: گر خمر بهشت است، خمر یعنی شراب، گر خمر بهشت است بریزید که بی دوست، هر شربت عذبم که دهی عین عذاب است. اگر شراب بهشتی است دور بریزید که من نمیخوام، زیرا بدون دوست هر شربت شیرین، عذب یعنی شیرین، هر شربت شیرینی که به من بدی بر من مثل عذاب. پس حافظ جان بهشت تو چیه؟ میگه بهشت من بودن یار و معشوق و اونی که دوستش دارمه. اگر قرار من برم بهشت و اونی که دوستش دارم نباشه، به چه دردی میخورم؟ جهنم. و اگر قراره برم جهنم، اونی که دوستش دارم باشه، اونجا بهشت. بهشت حافظ در کنار اونی که دوستش داره. حالا اونی که دوستش داره کیه؟ کس خاصیه؟ بسپارید به خود حافظ. خداونده، خیلی عارفه، حافظ داره میگه خداست، بازم خود حافظ میدونه. هر کس هست خود او میدونه. اصلا تعجب از این موضوع نکنید که بهشت با وجود عزیزان بهشته. خیلی انسان باید عجیب غریب باشه بهش بگن بیا برو بهشت، ولی هر کی دوست داری مثلا میره جهنم یا اصلا پیش تو نمیاد. بعد میگه اب نداره، من خیلی هم بهم خوش میگذره اونجا.
اصلا ممکن نیست همچین چیزی. این که بهشت واقعی اینها بودن در کنار عزیزان محسوب میشه، درس بسیار بزرگی برای ماست که چه بسا بسیاری از ما همین الان بهشت رو داریم، اما با وعده بهشتی که نمیدونیم چیه، اون بهشت رو تبدیل به جهنم کردیم برای خود. مراقب باشیم که حافظ وقتی این بیت، اصلا این بیت رو باید با طلا نوشت، گر خمر بهشت است بریزید که بی دوست هر شربت عذبم که دهی عین عذاب است. بهشت نمیخوام چیکار وقتی قرار باشه همه کسایی که دوستشون دارم یا حداقل کسی که دوستش دارم، چون آدم یه نفر که دوست نداره خیلی رو دوست داره، اگه قرار باشه اونا نباشن به چه دردی میخوره این بهشت؟ میخوام 100 سال سیا نباشه. یه روز در همین کلاسا یه بیتی شبیه به اینو میگفتم، دوستی پرسید یعنی به من گفت واقعا شما حاضری بری جهنم با کسایی که دوستشون داری؟ گفتم قطعا، واقعا این عقیده من. حالا بهشت خب به چه دردم میخوره؟ تنهایی برم تو چیکار کنم؟ و یه مثالی هم حالا به شوخی برسه، گفتم مگه ما الان تو جهنم نیستیم با عزیزانمون؟ خب هستیم دیگه، خب اونجا هم مثل همینجا چه فرقی میکنه؟ چون اینا رو دوست داریم موندیم دیگه. حالا اینجوریه اونجا هم عین همینه، چون آدم کسایی رو دوست داره بهشت براش میاد، یعنی بهشت باهاش به وجود میاد و کمی واقع بینانه. به هر حال این هم از مطالبی که امروز میخواستیم خدمت شما بگیم. البته یه توضیحات دیگه ای هم دارم که میخواستم بگم، اونها رو ترسیدم وقت نکنم، ولی الان که مقداری به وقت دارم خدمت شما اینها رو هم میگم. یه مطلب دیگری در دیوان حافظ خیلی زیاد هست و پرتکراره و اون مسئله زمان هست. زمان، اون شعری هم که براتون خوندیم از لامارتین همین داستان زمانه. زمان در شعر حافظ دو جور بهش نگاه میشه. یک زمان، این زمان جهان و عمر ماست که بسیار کوتاه و زود گذره و شما یک وظیفه‌ای در این دوران عمرتون دارید که باید انجام بدید از نگاه حافظ. و یک نگاه دیگه حافظ به عمر داره، به زمان داره و میگه که اون بی نهایته، بی پایانه و هرگز تموم نمیشه، نه آغاز داره نه پایان داره. مثلا انگار شما وسط افتادید اصلا نمیدونید چه خبر هست. هر دو اینها واقعی هستند، یکی بر پایه اون چه که میبینیم و تجربه میکنیم و یکی بر پایه اون چه که میاندیشیم و تخیل و خیالمون به ما میگه. و این هم یکی از جنبه های اون زندگی خراب‌آباد یا پارادوکسی که در این جهان هست. یعنی همزمان که هزاران هزار محدودیت رو در این جهان میپذیریم، عمر کوتاه، بیماری ها، رنج ها، فلان و اینا، اما خیلی ها هنوز این زندگی رو دوست دارن و از تجربه کردنش هرگز پشیمون نیستن. هرگز پشیمون نیستن. چرا که اون تخیل ها، اندیشه ها، افکار پرواز میکنن و شما رو به ابدیت پیوند میزنن. درباره این جلسه بعد من ابیاتی از حافظ رو براتون خواهم خوند. فعلا دیگه چون نخواستم زمان بگذره از اون صرف نظر میکنم. اینم از مطالب این جلسه.